11 ایون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیس فرانسیس ملاقات انجام دادند. در آغاز صحبت محترم رستم امامعلی رئیس اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیس فرانسیس را به تاجیکستان خیر مقدم گفته اشتراک او را در کار کنفرانس سیوم آبی دوشنبه در راه رسیدن به هدفهای گلوبالی هماهنگ شده در ساحه آب مهم ارزیابی نمودند. ذکر گردید که تاجیکستان بر رشد و توسعه مناسبت‌ها با سازمان ملل متحد توجه مخصوص ظاهر کرده در همکاری با این سازمان با نفوذ طی زیاد از 2 ساله مسئله‌های مربوط به آب را در روزنامه جهانی رشد پیش میبرد. با قناعتمندی ابراز کرده شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیشنهاد معرفی تشبس‌های جهانی در مسئله‌های آب و اقلیم نقش پیشاهنگ و فعال دارند. همچنین من بعد نیز آمادگی جانب کشور ما جهت عملی سازی تشبس‌های سازنده وابسته به مسئله‌های مبرم و فراگیر آب و اقلیم در همکاری با دیگر کشورها بیان گردید. جانب‌ها تقویت همکاری دو جانبه را در استفاده با اعتماد و ثمرناک ظرفیت‌های انرژتیکی، نقلیاتی و کمیونیکاسیونی و کشاورزی جمهوری تاجیکستان ضرور حسابیده هوسمندی خود را جهت توسعه همکاری‌ها با نهادهای مخصوص گردانیده شده سازمان در بخش‌های فرهنگی و گومانیتری و اجتماعی ابراز نمودند. قید گردید که دستگیری تشبس راهبریت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و فدراسیون فوتبال تاجیکستان توسط قطعنامه مجمع عمومی عاید بر روز جهانی فوتبال در ماه می سال جاری بر رشد منبعث نمودهای گوناگون ورزش به خصوص فوتبال که معمولترین و دوست داشته ترین نمود ورزش اهالی سیاره خاصتا جوانان و نورسان می باشد تکانی تازه خواهد بخشید. در رفت ملاقات جانب‌ها عاید به مسئله‌های مبرم روزنامه بین المللی از جمله تأمین امنیت و ثبات در منطقه و جهان مبادله افکار نمودند.